تهیه رویخط نام‌ها برای طفلان نوزاد تاجیک. کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت در همدستی با اکادمی علم‌های تاجیکستان رویخط یگانه نام‌های تاجیکی را مورد تهیه قرار دادند. بعد مورد عمل قرار گرفتن تغییرات و اضافه‌ها به قانون درباره بقیه‌گیری دولتی اسناد حالت شهروندی، حکومت نیز رویخط را قبول می‌کند. از مطابق این رویخط و بیرون رفتن از چارچوب آن، شهروندان تاجیکستان موظف می‌شوند و طفلان نوزاد خود نامگذاری کنند. شماره نام‌ها در رویخط اعلان صحیحاً معلوم نیست، ولی منبع از احتمال دو نمی‌داند که از پیش از 3000 تشکیل خواهد داد. در همین حال به شهروندان ملت غیر تاجیک در جمهوری حقوق داده می‌شود که مطابق عنعنه‌های ملی خودشان برای طفلانشان نام انتخاب کنند. باعث ذکر است که در شعبه‌های ثبت اسناد حالت شهروندی کشور مدت طولانی است که کتابچه نام‌های تاجیکی برای کودکان موجود است و کارمندان شعبه به والدان کودک انتخاب نام از آنها پیشنهاد می‌کنند، ولی این ترتیب تنها خصوصیت توصیوی دارد. اکنون شهروندان عهده‌دار می‌شوند که طفلانشان را تنها مطابق نام‌های در رویخط ذکر شده نامگذاری کنند. نسبت شخصانی که در نام و نسبشان ریشه‌های تاجیکی وجود ندارند، در وزارت عدلیه قید کردند که اگر خود آنها خواستار عوض نام و نسبشان نباشند، هیچ کسی آنها را به این کار مجبور نمی‌کند. همچنین خاطررسان شد که چنین قانون حلقه کیهاست که در استونیا، دانیا و شویتسیا قبول شده در روسیه علال مورد تهیه قرار دارد. یادرس میکنیم که سنه 3 نوامبر پالاتای پایانی پارلمان جمهوری با آموزش تغییرات و اضافه‌های پیشنهاد شده از جانب حکومت به قانون درباره بقیه‌گیری دولتی اسناد حالت شهروندی شروع نمود.